و اینچنین باید شخصی که بر این سحر یا مسحور شده است، یعنی سحر گرفتار شده است، اون مظلوم حسابیده می شود. که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند که 3 دعاها به شک اجابت می شوند. 3 دعاها به شک اجابت می شوند: دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولده. گفتند که دعای مظلوم، همون کسی که سلامتیش را به سبب سحر از دست داد مگر وی دعای بد نمی کند؟ همون کسی که از عائلش به سبب سحر جدا شد مگر وی دعای بد نمی کند؟ همون کسی که از شخصی را که دوست می داشت از وی کنده شد، بدبینی بغض کینه بین آنها پیدا شد، مگر همون آدمی که دیگه رحمت می گوید یا لعنت می گوید؟ برای همین بینید که همین بر همون میرد که سحرگر و هر کسی که در نزد سحرگر رفته طلب کرد. و دومش گفتن که دعای مسافر و دعای فرزند پدر بر بالای فرزندش یا دعای پدر و مادر و فرزندش گفتن اجابت می شود. برای همین هم انسانی که مسحور است، یعنی سحر به گرفتار شده است، بسیار دعا کند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی گوید که لم يدعو بها مسلم قط الا استجاب له، کدام دعا را گوید؟ گفتند که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، همین دعا را گوید و بعد از این هرچی از درخواستش را گوید ان شاء الله دعای و اجابت می شود. این دعایی که یونس پیغمبر در شکم ماهی گفتند: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. و اینچنین دعا کند گوید که انا لله و انا الیه راجعون، ما از جانب الله هستیم، باز به سوی الله باز میگردیم گوید. و گوید که به خدا تکیه کردم، پیغمبر چی میگن؟ من قالها اجره الله فی مصیبته، همون مصیبتش به خداوند اجر می نویسد. و اینچنین و اخلف له خیرا منها، و برای او بهترش را عطا میکند. بیمار شد می صبر کرد، ان لله و انا الیه راجعون گفت، از خدا پرسید می پیشتر سلامتیش خیلی از وی خوبتر که سلامتی را عطا میکند. مالش شاید رفت می خدا گویم بهترین مالا میدهد. وقتی که از دوستش کنده شد می خدا باز بهترین دوست را برای او باز میگرداند. و اینچنین وقتی که انسان از کسی ترسد باید گوید که حسبنا الله و نعم الوکیل. معناش همین بود است که کفایه کننده ما، نگاه دارنده ما الله است. الله چگونه ذاتی است که به او تکیه کرده می شود، چه خوب ذاتی است که به او تکیه کرده می شود. برای همین چون در سرشوی صحبت گفتیم نباید که انسان ها از این قبیل شیطان و دوستان شیطان ترسیده باشد. اگر انسان فرزند طلب باشد به در آنها نرود، دعا کند در سجده خاصتا گوید که ربی لا تذرنی فردا و انت خیر الوارثین، پروردگارا مرا تنها مگذار، تو بهترین میراث دهنده ها هستی. فرزند دست خودتند پروردگار، من از فرزند بی نصیب نکن. گفته طلب کند ان شاء الله الله میدهد. اگر بیمار باشد گوید انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، پروردگارا بر من زیان و ضرر رسیده است، جسمهای من بیمار شده است، تو خودت مهربان ترین مهربان ها هستی، شفا ده. ببینید ایوب علیه السلام چه خیلی بیماری سخت بودن، این دعا را گفتن الله شفا داد. این پیغمبران به نزد دیگر کس مراجعه نکردند که آینده ما فهمم که چی میشی داشتم، چقدر عمر میدی داشتم، بیماری من تا کی باشد، به فرزندی من تا کی باشد، شوهر به نبر آمدن یا زن نگرفتن من تا کی باشد، گویم سختی وزنی کاری من تا کی باشد. گفته به نزد سحرگر و فالبین ها نرفتند. و اینچنین کسی که در غم و غصه هست بسیار دعا کند، همون دعایی که ذکر کردیم: لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. روز مرد به نزد حسن بصری رحمت الله علیه آمد، گفت که امام کم بغلی از من کنده نمی شود، چیکار کنم؟
گفتند که استغفار طلب مغفرت رو بسیار کن. شخصی دیگه دوم آمد گفت که از باران و از این کم بارانی آبی شکایت داریم، چیکار کنم؟ گفت که استغفار رو زیاد کن. نفر دیگر آمد گفت که فرزنددار نمیشم، چیکار کنم؟ گفتند که استغفار پرس. همنشینان امام بصری رحمت الله علیه در حیرت موندند. گفتند که امام این 3 نفر با 3 مسئله آمده، بنابراین جواب شما یک بود که استغفار کن. گفتند این از دلیل از سخن خداوند است که میگوید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. نوح علیه السلام برای قومشان گفتند وقتی که این حالت ها آمده بود، گفتم که پروردگارتان به طلب مغفرت پرسید، چون که پروردگار مغفرت کننده و مهربان هست. یرسل السماء علیکم مدرارا، باران را برای خدمت شما قرار میدهد، باران رحمتش را میباراند. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین، برای شما فرزندها میدهد، برای شما مالها میدهد. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، برای شما باغ و بستانها، دایره‌های شما آب پر میکند. گفته چنین جواب دادن. اینک در آخر گفتنی هستم که دوستان عزیز، ما خودمان و اهل بیت را و خاصتا زنها را از این چیز آگاه کنیم که عاقبتی که به نزد در فالمن رفتن، سحرگر رفتن، این گناه بزرگ است. انسان اگر مصیبت بلای آمد صبر کند، تحمل کند، الحمدلله رقیه های دعاهای قرآنی و دعاهایی که پیغمبر تعلیم دادن آنها هست که انشاءالله برطرف کننده شکننده های سحرگرها و برطرف کردن گویم شیطان و جنها هست. به این خیل شخص های گویم خدا ترس و خدا پرست مراجعت کرده باشیم تا خداوند از مصیبت نگه دارد. و نیز دائما در ذکر و در طاعت عبادت پروردگار باشیم. خوف ترس پروردگار روزی که با او روبرو بشیم فراموش نکنیم. و آنهایی که گویم در این گویم کاری فالبینی و سحر هستند، الله برای آنها حال هم فرصت داده است. توبه کند، گوید که من واقعا هم فریب میدادم و واقعا هم من با جن شیطان کار میکردم و واقعا هم برای این کسب رسیدم من مشرک شدم یا کافر شدم، سان سحرگر شدم، سان فالبین به قوت شدم. گفته توبه کند، خداوند عزوجل مغفرت کننده مهربان هست. الله سبحانه و تعالی را تمنا میکنیم که از این روزه این موضوعی که درباره خطری میگوییم سحر و جادو و فالبینی بود، خداوند همین ما و شما را نگه دارد. آنهایی که در همین کار سر و کار دارند، الله سبحانه و تعالی انصاف و توفیق و ترسش را بر آنها جای گردانده باشد. پروردگارا از امروز این صحبت اهل حضور را و آنهایی که در آینده میشنوند و میبینند منفعت برداشتن، به خداوند آن را میپرسیم. خداوند مایان را در راه راست خودت هدایت بفرما، از شرک، بدعت، خرافات، از سحرگرها و جادوگرها که آنها خبیث‌ترین، افلاس‌ترین، بدترین مخلوق خدا هست. خداوند از این خیل مردم ها ما را نگه دار و به آنها نیز اعتقاد کردن را خودت ما را از آنها اعتقاد آنها دور بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار.